شما فراموش نکنیم خیلی از مفاخری که ما امروز بهشون افتخار میکنیم، مفاخر ایرانی میدونیم، اینا خاستگاهشون افغانستان کنونی بوده، چه شیعه چه سنی ها. یعنی اگر امروز ما افتخار میکنیم به ابن سینا، باید بدونیم ابن سینا بلخیه. اگر به مولوی افتخار میکنیم، به مولوی بلخیه. بلخ الان یکی از ولایت‌های افغانستانه. خب جامعه بلخی خدمت شما عرض بکنم، حتی در حوزه علمیه اگر تمام مراجع ما با واسطه بی واسطه شاگرد آخوند خراسانی، یعنی ایشون اهل هرات بوده. یعنی فراموش نکنیم چه شیعه چه سنی، اگر ابو حنیفه رو داریم ازش اسم میبریم، خب این افغانستانی بوده. برای اهل سنتمون میگه بخش قابل توجهی و حتی جمعیت اکثریت اهل سنت ما حنفی هستن. خب انگار که یک دستور کار رسانه‌ای رسیده، در این شکی وجود نداره. چرا؟ چون ما دستور کار رسانه‌ای داریم میبینیم. شما از میبینیم رسانه‌های غربی تمام قد اومدن وسط. میبینیم که از اون مثلا ایران اینترنشنال که تا دیروز به طالبان فوش میداده، خب الان طرفدار طالبان شده. خب بالاخره رویکرد شما چی بوده؟ یا یک جا دارن برای ایرانی ها یک نوع خبر تولید میکنن، این افغانستانی ها اومدن خطر دارن فلان به همانه، از اون طرف دارن از ظلمی که ایرانی ها و افغانستانی ها دارن میکنن میگن. میبینید یک رسانه واحد داره دو جور برخورد میکنه.